روزی سه‌شنبه ایران نخستین هواپیمای جنگی ساخت محلی را به نام کوثر معرفی کرد. نمایش هواپیمای نو با شرکت رئیس جمهور کشور و در آستانه روز صنعت دفاع ملی که 22 اوگوست تجلیل می شود برگزار گردید. جت جنگنده ایرانی که همه قسمت‌هاش توسط متخصصین ایرانی ساخته شده پروازش را آغاز میکنه. علی برکت الله. به قول مهندسان این هواپیما امکان دارد با انواع مختلف جنگی مسلح شود. به غیر از آن نظام کامپیوتری هواپیما با حساب بین قروی و رادار مجهز است که میتواند با هدفهای گوناگون استفاده گردد. هواپیمای جنگی برای کمک به مسافت کوتاه استفاده خواهد شد. نمایش هواپیما در پس منظر تنش‌های افزاینده بین ایران و آمریکا و کشورهای همسایه در رابطه با نزاع‌های شرق میانه صورت می‌گیرد. با گفته روحانی واشنگتن با جمهوری اسلامی حمله نمی‌کند، زیرا درباره نیروی نظامی آن و پیامدهای احتمالی آگاه است.